به قدر رو کی میتونه درک بکنه؟ درک شب قدر فقط بیدار بودن نیست. درک شب قدر اینه که بیدار باشی تو کل اون 7-8 ساعت شب، ولو یک لحظه متصل بشی به قرآن یا اطرت، متصل بشی. وگرنه کسانی هستن که 80 سال از عمرشون میگذره شبای ماه رمضان هم بیدار بودن، یک شب قدر هم نتونستن درک بکنن. شب قدر رو کی میتونه درک بکنه؟ البته اینو عرض بکنم حتی اونایی که شب قدرم درک نکنن ولی اون شب بیدار باشن، خدا یه چیزی بهشون میده، خدا دست خالی نمیگذاره. اما اون که لیلة القدر خیر من الف شهر، از 1000 ماه بالاتره، اون گیر هر کسی نمیاد. گیر کسی میاد که تو اون شب یه اتصال به قرآن و اطرت داشته باشه، نشونش اینه که از فردا زندگیش عوض بشه. اون کسی که فردای شب قدر همون کارایی میکنه که تا دیروز میکرد، این چطور میشه به اندازه یه عمر رفته باشه بالا؟ هر 2 ساعت به امام حسین متصل شد، درسته؟ هر از اون موقع که توبه کرد تا اون موقع که شهید شد، این 2 ساعت به امام حسین متصل شد. من از شما سوال میکنم این 2 ساعتی که به امام حسین متصل شد، این بیشتر هر رو برد بالا، یا اگر بدون امام حسین یک عمر بندگی میکرد اما هیچ ربطی به امام حسین نداشت؟ تردیدی نیست این 2 ساعت به جایی رسوند او رو جزو شهدای کربلا که امام صادق میگه تا قیامت هر کی به شهدای کربلا میخواد سلام بده که یکیشون هم هره، دست به سینه وایسه بگه به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای همتون. درک شب قدر اینه که بیدار باشی تو کل اون 7-8 ساعت شب، ولو یک لحظه متصل بشی به قرآن یا اطرت، متصل